خب دوستان، امروز اومدیم با معرفی مدل های شارژر فندکی از برند بیسوس و مکدودو که موجوده توی مجموعه موواکو. این مدل از برند بیسوس 30 وات خروجی، درگاه تایپ سی و یو اس بی. این مدل از برند مکدودو نمایشگر دیجیتال داره، خروجی تایپ سی و یو اس بی، 30 وات هم به صورت پی دی بهتون شارژ میده. این مدل 45 وات برند مکدودو هست که دو تا درگاه داره مثل مدل های دیگه و باز هم به صورت در واقع پی دی 45 وات بهتون خروجی میده. این مدل 95 وات خروجی داره و علاوه بر حالا درگاه تایپ سی و یو اس بی این قسمت نمایشگر دیجیتال داره که مدل بسیار کاربردی و فست شارژ، شما میتونید دو تا دستگاه همزمان شارژ کنید. این مدل علاوه بر خروجی تایپ سی و یو اس بی که داره، مدل بلوتوثی این برند مکدودو هست که شما میتونین با گوشیتون وصل بهش و تماساتون هم با این دکمه در واقع جواب بدین که مدل خیلی کاربردیه.